نکته‌ای که بود میخواستم اینجا بگم، سال 64 من به یکی از اردوگاه‌های، من خودم تو اردوگاه‌های مختلف عراق بودم، توی موصل، رمادی 1 2 6 ابوقریب و استخبارات، توی این محلا اسیر بودم. سال 64 به اردوگاه رمادی 6 منتقل شدم با جمعی از دوستانم. اونجا مواجه شدم با اسیرای جدیدی که اغلب کم سن سال بودن، کسایی که توی کربلای 4 به اسارت در اومده بودن. یک روز من تو همین جمع بچه‌ها نشسته بودم که یه چند وقتی اونجا بودیم با اینا یه مقدار آشنا شدیم، دیدم به شوخی یکی رو صدا میکنن امام زمان. برام جالب بود، صداش کردم، باشم یه خورده آشنا شدم، صداش کردم، گفتم این موضوع امام زمان چیه، چرا به تو میگن امام زمان؟ خندید، گفت نه چیزی نیست. ازش خواهش کردم گفتم بگو چیه، چرا بهت میگن امام زمان؟ گفت آخه من امام زمان بودم. گفتم یعنی چی امام زمان بودی؟ گفت ما چند نفر بودیم تو جبهه، نقش امام زمان رو بازی میکردیم. خواستم بیشتر توضیح بده. گفت آره ما میومدیم به اسب سفید می آوردن، ما رو هم توجیه کرده بودن، تو هر حمله‌ای که میخواستن شروع کنن ما رو سوار به کانتینر میکردن می آوردن پشت منطقه خودی. قبل از اینکه به محدوده عراقی‌ها برسیم اونجا محل رو مشخص میکردن، توجیهمون میکردن، تو یک زمان مشخص اسبا رو و ما رو سوار میکردن می آوردن نزدیک اون منطقه. اونجا پیاده میکردن که خارج از دید نفرات بود، ما رو میبردن پشت یه تپه. تقسیم میشدیم تو منطقه، بعد میرفتیم با اسب بالای تپه وا میستادیم. همین که نیروها ما رو میدیدن پاسداران میگفتن امام زمان. این بقیه بسیجی‌ها که اینا نقش خط شکن رو داشتن، چششون به ما میخورد، شروع میکردن صلوات و یا امام زمان و یا زینب دنبال طرف ما دویده. وقتی حمله میکردن طرف ما دیگه اونجا کارمون تموم میشد، از تپه میرفتیم با اسب پایین، ما رو میبردن پشت سوار کانتینر میکردن، میومدیم عقب. این کار ما بود، واسه همین ما نقش امام زمان بازی میکردیم. گفتن چطور شد اسیر شدی؟ گفت تو کربلای 4 عراقی‌ها میدونستن که ما میخوایم حمله کنیم، آماده بودن، همین که حمله شروع شد قیچی کردن ما با اسبامون و کانتینر و هممون به اسارت در اومدیم. که اونجا من نشون داد، گفت فلانی و فلانی 5 تا امام زمان که تو اون محلی که من بودم 5 تا امام زمان اونجا بودن.